بعضی از ملیت‌ها هستن که رسم و رسومات عجیبی برای ازدواج دارن. رسم و رسوماتی که حتی به ذهن آدم هم نمیرسه، ولی پشت هر رسمی یه دلیلی هست. اگر میخوای بدونی این رسوم عجیب چیا هستن، حتما تا آخر این ویدیو رو نگاه کن. همه میخوان توی روز عروسی خودشون زیبا به نظر برسن، اما توی اسکاتلند خانواده و دوستای دختر روی عروس با ریختن زباله عشق و علاقه خودشون رو نشون میدن. این عمل که سیاه کردن اسم داره، برای آماده کردن عروس برای هر گونه تأخیر توی آینده انجام میشه. بعد از مراسم عروسی توی گواتمالا یک مراسم دیگه توی منزل دوماد برگزار میشه. مادر دوماد با شکستن یک ناقوس سفید که از برنج، آرد و غلات پر شده از عروس و داماد استقبال میکنه که نشانه سعادت و خوشبختی برای این دوتاست. توی کشور رومانی و بعضی دیگه از کشورهای اروپایی یک نمایش دزدیدن عروس قبل از شروع مراسم انجام میشه. طی این نمایش ساختگی عروس توسط خانواده، دوستان و یا کسایی که برای این کار استخدام شدن دزدیده میشه و داماد با پرداخت پول و دادن نوشیدنی یا روبوسی کردن با آدم‌ها عروس خودش رو از دست اونها نجات میده. توی روسیه والدین عروس و داماد با نون و نمک از عروس و داماد استقبال میکنن. این سنت نشون دهنده مهمون نوازی که توی اون عروس و داماد با هم تکه نون رو میشکنن و بعد از قرار دادن توی مقداری نمک تکه های نان رو توی دهن هم دیگه میذارن. هر شخصی که هنگام دو تکه کردن نون قسمت بزرگترش رو به دست بیاره توی خونه حکم یک رئیس رو داره. دختران قبیله ماسای توی کنیا طبق معمول با مردی بسیار مسن‌تر از خودشون ازدواج میکنن. توی مراسم عروسی پدر یا برادر عروس روی سر اون آب دهنش رو میپاشه که به معنی آرزوی خوشبختیه. بعد از اون همراه با داماد منزل رو ترک میکنه و به سمت منزل خودش راه میافته. مهم نیست که فاصله منزل پدری تا منزل شوهر چه میزان باشه، عروس و داماد باید حتما این مسیر رو پیاده طی کنن. توی جزیره بورنو که بین اندونزی و مالزی تقسیم شده، قبیله‌ای وجود داره که از سنتی قدیمی پیروی میکنه و زن و مرد رو 3 روز و 3 شب بعد از مراسم عروسی از دستشویی رفتن و حذر میدونه. به همین علت در تمام این مدت عروس و داماد مقدار کمی غذا و نوشیدنی دریافت میکنن. اونا اعتقاد دارن که چنین سنتی باعث دوام بیشتر، شادی و ازدواج پرثمری برای عروس و داماد بوده. وقتی که مراسم عروسی یهودی‌ها به پایان میرسه، عروس و داماد لیوان شیشه‌ای رو که داخل یک پارچه قرار داده شده با ضربه‌های پاشون خورد میکنن. این کار چند تا معنی میتونه داشته باشه. یکی از اونها میتونه نشان دهنده این موضوع باشه که ازدواج هم شادی داره هم قصه و عروس و داماد با این کار تعهد میدن که توی سختی‌ها و مشکلات کنار هم دیگه بمونن. گریه کردن در طول عروسی معموله، اما در بخش‌های غربی استان سیچوان توی چین گریه بخش بسیار مهمی از آماده سازی ازدواجه. 1 ماه قبل از روز بزرگ عروس هر شب توی یک سالن بزرگ میشینه و 1 ساعت گریه میکنه. این برنامه هر شب ادامه داره تا شب 10 که مادرش به اون ملحق میشه و با همدیگه گریه میکنن. بعد از 10 شب مادر بزرگ وارد میشه و چند روز بعد هم خواهران و خاله های عروس وارد میشن و با همدیگه گریه میکنن. مردم یونان معتقدن که پرتاب آب دهن شیطان و بلا رو دفع میکنه و در فرهنگ اونها نشانه خوشیامنیه. البته این رسم فقط مختص عروسی ها نیست. توی مراسم های دیگه‌ای مثل غسل تمهید نوزاد برای دوری از شیطان و رفع بلا اجرا میشه. مردم مالزی و اندونزی عروس و داماد رو به مدت 3 روز بعد از عروسی تحت مراقبت قرار میدن. اونها اجازه استفاده از حموم یا خروج از خونه رو ندارن. اونها معتقدن که این امر باعث تقویت پیوند اونها میشه و از بدشانسی دور میمونن. توی جمهوری چک وقتی که عروس و داماد به خونه میان، نوزادی رو روی تخت خودشون پیدا میکنن. توی جمهوری چک بر این باورن که قدم زدن نوزاد توی تخت تازه عروس داماد شانس باروری رو برای اونها افزایش میده.